یه دوستی ازم خواسته بود که مراسم عقدی که من اجرا کردم، فکر میکنم چندین بار، شاید 3 تا 4 بار عروسی ایرانی داشتم که مراسم عقدشون رو به زبان فارسی و با احساس حقیقی که در باور ما ایرانیان هست رو به عنوان پیوندنامه انجام دادم و فکر نمی کردم اجازه داشته باشم که یکی از این مراسم رو بذارم روی پیجم با اینکه ازم خواستید، ولی برام دلیلی شد که نحوه‌اش رو میتونم براتون اجرا بکنم و پیوند حقیقی ایرانی. به نام پروردگار مهرآفرین، ستایش خداوندی را سزاست که هستی آفرید و زیبایی و خرد را و این همه را در سایه مهر. امشب گرد هم آمده ایم تا گواه باشیم پیمان 2 مهربان را و گواهی دهیم پیوند 2 زندگی را، با این آرزو که آغازش خوش، نیمه راهش خوشتر و انجامش بسی دیر و دورتر باشد. با امیدی که شب فرو ریزد بردمد پرده های نور سفید، گونه ها سرخ از طراوت صبح، زندگی سبز در پناه امید. به نام خداوند مهر، درود به مهر، مهر تابنده و پرفروغ که از پرتو درخشانش جانها آرامش می‌یابد و روانها شاد می‌شود، و درود به دوست داشتن که سرچشمه همه زیبایی‌های جهان است. درود به زناشویی که کانون مهر و پیوند است و درود به آغوش گرم خانواده که زن و مرد آرامش و آلایش و والایی خویش را در آن می‌یابند و فرزندان برومند و آزاده پرورش می‌دهند و هستی را شکوه و جان می‌بخشند. امروز این 2 سر بر آستان مهر یکدیگر می‌یابند و با دلی پاک و روشن و با آگاهی و شناخت از هم و دانش به این که زندگی جایگاه نبردی است که فراز و نشیب، پستی و بلندی، شادی و اندوه، داری و نداری، خشم و خنده فراوان دارد و این 2 تا پایان راه پرمهر چون روزهای نخستین زندگی همبسته و استواری را خواهند داشت. و این گونه است که سر به همبستری هم میگذارن و هم سر هم دیگه میشن و چون با دلی پاک نوشته شده و احساس حقیقی و معنی اون پیوند رو درش نهفته است، یک عقد زیبای ایرانی است.